یک کلمه ذهنم رسید که عرض کنم. این حرفهایی را که بنده میزنم اینجا صرفاً در جهت ادای رسالت و بنده خیر همه مردم ایران، خیر همه را میخواهم، خیر دولت و ملت را میخواهم، خیر خواهم. این حرفها را اگر به حکومت میزنم مسئولان هم در جهت خیره، و اگر بر ملت این صحبت را میکنم در جهت دفاع حقوق از مردم و در جهت خیره. و بنده هیچ غرض ندارم، غرض شخصی. در حال که جمهوری اسلامی حامی بودیم ما و